توجیکستان در عرصه بین المللی یکی از کشورهای تطبیق کننده اقتصادیات سبز محسوب یافته از لحاظ استفاده منبع‌های تجدید شونده انرژی در قطار 6 مملکت پیشرفت سیاره قرار دارد. در دوام سالهای 1998-2013 در شهر و ناحیه‌های منطقه رشت با استفاده از مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان 21 نیروگاه برقی آبی خرد بنیاد کرده شده است. گزارش دیگولی محمود. ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی از موجود بودن ذخیره‌های آبی سرچشمه گرفته. شروع از سال 1998 کارهای ساختمانی در یک قطار ناحیه‌های منطقه رشت آغاز گردیده. مرحله به مرحله از حساب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر برنامه‌های سرمایه‌گذاری شریکان رشد 21 عدد نیروگاه‌های گوناگون اقتدار بنیاد گردیدند. در برابر این از روی برنامه پیش بینی شده حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر سرچشمه‌های مبلغ گذاری در ناحیه‌های کوهستان شماره نیروگاه‌های بنیاد شونده در سالهای نزدیک به 57 عدد رسانیده می شود. تنها دوام سالهای 2008 تا 2013 با استفاده از منبع‌های موجوده اقتدار نیروگاه‌های برقی آبی بنیاد شده بیش از 4 میگاوات را تشکیل نمود. تامین اهالی و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه‌های کوهستان با نیروی برق زمستان امساله در یک شبانه روز بیش از 441,000 کیلووات ساعت را تشکیل نموده. همزمان 6 عدد نیروگاه‌های برقی آبی منطقه با اقتدار پیش بینی شده فعالیت دارند. نیروگاه برقی آبی سنگیکر ناحیه رشت از جمله دستاوردهای استقلال انرژتیکی کشوری عزیزمان به شمار رفته. سهم این منبع نورآفرین در تامین اهالی شهرک نوآباد و مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی با نیروی برق خیلی هم نظررس می باشد. نیروگاه برقی آبی سنگیکر عین زمان وابسته با مجرای آب دریای سنگیکر با اقتدار 350-400 کیلووات معتدل کار کرده ایستادند. از ده اگریگات عبارت می باشد که هر یک اگریگات اون 500 کیلووات را در بر میگیرد. در برابر به محدودیت استفاده بردن نیروی برق استعمال کنندگان و ساکنان ناحیه‌های منطقه رشت را ضرور است تا برای کم کردن تلفات برق و استفاده صرفه‌کارانه از تکنولوژی کم مصرف استفاده برند، زیرا اجرای این کار به منفعت اقتصادی هر یک خانواده می باشد. ایدگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت.